پادشاهی تصمیم میگیره با لباس مبدل بره تو شهر و از اوضاع احوال شهر و مردم شهر با خبر شه. از قضا خسته میشه و میاد توی که کاروسه را اتراق کنه، میبینه دو تا دوز نشستن و دارن نقش دزدی خزانه قصر پادشاه را میکشن. و هزار لطایف الحیل به اینا نزدیک میشه و میاد تو جمعشون و میگه منم را شریک کنه، منم هنر خیلی دارم. میگن که هنر چیه؟ میگه شما اول هنرتون رو بگید تا منم هنر ما بگم. یکیشون میگه من هنرم اینه که دست بر هر قفلی بزنم اون قفل باز میشه. اون یکی میگه که من صدای حیوونا رو کاملا متوجه میشم دارن چی میگن. میگن تو بگو ببینم هنر چیه؟ پادشاه میگه که منم هنرم اینه که ریشمو که بجنبونم هر غیر ممکنی ممکن میشه. خلاصه تصمیم بر این میشه که شب برن قصر پادشاه دزدی و با هم قرار میشن و شب بیان دم قصر پادشاه در قفل داشته. دزدی که به باز کردن قفل حرفه‌ای بوده دستا میزنه به قفل و قفل باز میشه. وقتی وارد قصر پادشاه میشن سگا شروع میکنن به صدا کردن. پادشاه میگه بگو ببینیم سگا چی دارن میگن؟ میگه آقا سگا میگه 3 نفر اومدن دزدی که یکیشون خود حساب ماله. یا سگا دیوونه شدن یا من دیوونه شدم ولشون. اصلا میرن تو خزانه و هر چی طلا بوده میدوزن و تقسیم بر 3 میکنن با عدالت و میرن دنبال کارشون. صبح که میشه پادشاه میفرسته دنبالشون، میگه برید این پدر سوختا رو بردارید بیه. وقتی این 2 تا دزد وارد قصر پادشاه میشن میبینن ای دل غافه شریک دیشه بهشون همین پادشاه. یکیشون میاد جلو و میگه جملگی کردیم کار خیش را، یعنی هم من قفل ما باز کردم هم اون صدای سگا را برای ترجمه کرد. جملگی کردیم کار خیش را جان به قربانت بجنبان ریش را. حالا میخوام بگم خدا مردم کل این سرزمین هر کاری دستشون ورومده کردن، هر کاری میتونستن کردن. جان به قربانت بجنبان ریش را، خودت ریشه اونی که ظلم میکنه را بکن.